تا بخوام بگم خر نیستم 100 خروار بار به پشتم گذاشتم. به نام خدا، تا بخواهم بگویم خر نیستم 100 خروار بار به پشتم گذاشتند. روزی بود، روزگاری بود، روزگاری که به روزگار خربگیری مشهور شده بود. ماجرا از این قرار بود که حکمران منطقه‌ای تصمیم به جنگ با حکمران دیگری گرفته بود. او برای اینکه آذوقه و وسایل جنگی و سربازانش رو به میدان جنگ ببرد، دستور داد که هر کس اسب دارد اسبش را برای حکمران ببرد. کسانی که اسب داشتند با بیمیلی اسبهایشان را برای حکمران بردند، زیرا هم به اسبشان احتیاج داشتند، هم از حاکم می‌ترسیدند. تعداد اسب‌هایی که جمع شد زیاد نبود. حکمران نمی‌توانست با آن تعداد اسب آذوقه و وسایل جنگی مورد نیازش را به میدان جنگ ببرد. با اطرافیانش به گفتگو و مشورت نشست. بالاخره به این فکر افتادند که خربگیری راه بیندازند و الاغ‌های مردم را هم برای بردن وسایلشان از صاحبان آنها بگیرند. مأموران حکمران راه افتادند. هر جا الاغی می‌دیدند افسار به گردنش می‌انداختند و به طرف قصر حکمران می‌بردند. در خانه‌ها را می‌زدند، خانه‌ها را به دنبال الاغ جستجو می‌کردند. بارهای مردم را از پشت الاغ‌هایشان به زمین می‌انداختند و الاغ را می‌گرفتند. اوضاعی شده بود طوری که سگ صاحبش را نمی‌شناخت. هر کس سعی می‌کرد دست کم یکی از الاغ‌هایش را گوشه‌ای پنهان کند. گاهی صدای عرعر الاغی که پنهانش کرده بودند کار دست صاحبش می‌داد. دوستها در پنهان کردن الاغ‌ها به یکدیگر کمک می‌کردند و دشمنان و کینه‌توزها در پی فرصتی بودند تا جای الاغ‌های پنهان شده را به مأموران حکمران لو بدهند. دور از این شلوغ بازار، سگی که نگهبان گله‌ای بود این طرف و آن طرف می‌دوید و مواظب بود که مبادا گرگی، درنده‌ای، حیوانی به گله اش دست برد بزند. چوپان زیر سایه درختی لم داده بود و مطمئن بود که سگ با وفایش مواظب گله است. سگ که دور دستها را هم زیر نظر داشت متوجه شد که 4 پایی با عجله به آنها نزدیک می شود. دقت کرد ببیند آن که از دور می آید چیست؟ گرگ است، سگ است و یا حالت دفاعی به خود گرفت. آماده بود تا به هر حیوان متجاوزی چنگ و دندان نشان دهد. کمی که گذشت توی گرد و خاک راهی روباهی را دید که با سرعت به اون نزدیک می شد. خیالش راحت شد. می دانست که روباه خطری برای گله ندارد. سگ از روباه دل خوشی نداشت. با خود گفت بهتر است کمی سر به سرش بگذارم و اذیتش کنم. با این فکر جلو رفت و گفت سلام آقا روباهه، تو کجا؟ اینجا کجا؟ کجا میری با این عجله؟ روباه گفت مگه خبر نداری؟ خربگیری راه افتاده. دارند تمام الاغ‌ها رو میگیرند تا بار پشتشان بگذارند و ببرند میدان جنگ. سگ قاه قاه خندید و گفت خربگیری راه افتاده که افتاده، به تو چه؟ تو که خر نیستی، پس چرا اینطوری با عجله فرار میکنی؟ نکنه که تو هم خر بودی و ما خبر نداشتیم؟ روباه گفت نه خیر، خودم هم میدانم که خر نیستم،
اما بازار خر بگیری آنقدر شلوغه که میترسم حسودها و دشمنانم به من تهمت خر بودن بزنن. تا بخوام ثابت کنم که خر نیستم 100 خروار بار پشتم گذاشتن و باید از اونجا سر در بیارم که عرب نیمی اندازه. سگ که تصمیم گرفته بود روباه رو اذیت کنه با خود گفت نه بابا، بی خود نیست که این آقا روباهه به حیله‌گری و باهوشی معروف شده. انگار بد هم نمیگه. بهتره من هم تا آبها از آسیاب نیفتاده خودم را آفتابی نکنم و توی همین زمین بی سایبان شب و روزم را بگذرانم. نکنه خدای نکرده من را هم به جای الاغ بگیرن و 100 خروار بار بارم کنن. از اون به بعد کسی که بیش از حد در کارهاش احتیاط به خرج میده، برای اینکه دیگران به او اعتراض نکنن به این مثل اشاره میکنه و میگه تا بخوام بگم خر نیستم 100 خروار بار به پشتم گذاشتم.